соат ба вақти Прага расо 14 است و چون معمول در همین وقت برنامه اخباری آزادی است تقدیم شما. سلام بینندگان عزیز، اگر تا 15 دقیقه بعدی ما را همراهی کنید. امروز 24 اکتبر از این موضوعها آگاه خواهید شد. سبب و پیامدهای احتمالی را می‌آموزیم. پاسخ تاجیکستان به تحریم 3 بانکش از طرف اتحادیه اروپا. در حالی که در منطقه‌های گوناگون روسیه از جمله در یکاترینبورگ ریدها نسبت مهاجران ادامه دارند، منصبداران روس باز هم به شدیدتر کردن شرایط بود و باشی آنها دعوت می‌کنند. و نمایش فیلم خوابی سرخ در شهر خوجند که به دوران شوروی نظر انتقادی دارد، بحث دو نسل را به میان آورد. به فکر من دوره استقلالیت بهتر، خوبتر است برای نسل جوان حاضره. اما شروع میکنیم از آن که وزارت مدافع تاجیکستان به یک مطلب رادیوزودی درباره حالتهای ابله یا جلب مجبوری جوانان به ارتش در ولایت ختلان واکنش کرده است. رادیوزودی روز 22 اکتبر در پی شکایت ساکنان درباره 3 چنین حالت گزارش داد. وزارت مدافع دیروز در اظهارات ادعا کرده است که نواری نشر شده در مطلب رادیوزودی که چند نفر در شهر کولوب جوانی را مجبور به جای بردنیند به سربازشکار ربط ندارد، بلکه این جوان از جانب کارمندان میلیسا همچون گمانبر در فروش مواد مخدر لیریکا بازداشت شده ایستاده است. خبرنگاران رادیوزودی دوباره با شاهدان و مقامات صحبت کردند، ولی هیچ دلیل پیدا نشد که جوان را برای فروش لیریکا بازداشت کردنی بودند. به گفته نزدیکانش، سنت‌الله میرزویف ساکن 25 ساله شهر کولوب تازه از روسیه آمده از بیماری تبابت می‌گرفت. دو منبع از مقامات تفتیشاتی در شهر و منطقه کولوب به رادیوزودی گفتند که نسبت به میرزویف هیچ پرونده جنایتی وجود ندارد و او در پیگرد نیز نیست. بینندگان عزیز، جزئیات را با دلیل‌های بیشتر درباره 3 حالت ابله که در گزارش ما ذکر شده بود می‌توانید در سامانه رادیو آزادی بخوانید. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامد تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت 3 بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن آسیب آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. اتحادیه اروپا که بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین چند بسته تحریم‌ها را ضد مسکو جاری کرده است، روز 23 اکتبر بخش دیگری آنها را اعلان نمود و در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او اول درباره واکنش بانک ملی پرسیدم. قبل از همه باید بگویم که بر اساس قرار اتحادیه اروپا هیچ شرکت و افراد علیحده کشورهای عضو حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند. بانک ملی روز 24 اکتبر در یک بیانیه رسمی گفت که یکجا با تشکیلات‌های قرضی مالیوی حالت مذکور را می‌آموزد و جهت معین کردن سبب‌ها و کم کردن احتمال پیامدهای منفی با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. این زمان با گفته بانک ملی تاجیکستان، بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریانشان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات‌های بانکی داخل کشور طبق نقشه اجرا می‌شوند و هیچ مشکلی در استفاده کارت، بانکومات‌ها و یا ضمیمه‌های بانکی وجود ندارد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش‌های علاوگی یا تغییرات در اصول‌های استانداردی انتقال‌های بین‌المللی این 3 بانک شود. بانک‌های مذکور از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تأثیر می‌گذارد و یا تا کجا فعالیت آنها را محدود می‌کند. از همکارم همچنین نظر و واکنش‌های کارشناسان را درباره تحریم 3 بانک تاجیکستان پرسیدم که بار اول است به این گونه مشکل روبرو می‌شوند. ولی شعلا کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره تحریمات اروپا نوشت که بعضی از بانک‌های کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می‌شدند، از جمله دور زدن محدودیت‌های سیستم سویفت و معاملات خرید و فروش از طریق حساب‌هایشان در بانک‌های اتحادیه اروپا. سخن درباره معاملات شرکت‌های می‌رفت که پنهانی تأسیس یافتند و برای
واردات و سپس صادرات مال‌های دارای هدف‌های دوگانه به روسیه استفاده می‌شدند. بانک‌های تاجیکستان از حساب انتقال پول توسط اروپا به منفعت شرکت‌های روسی حق خدمت می‌گرفتند. این پاسخ کارشناس است و در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه‌های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از روی کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم در تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. پایگاه خبری پرمیر اینساید نوشته است که 3 بانک تحریم شده به نزدیکان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. تشکر همکارم طوری سفر بود که با سوالهای ما در رابطه با واکنش‌ها از تاجیکستان اویدی تحریم شدن 3 بانک این کشور از جانب اتحادیه اروپا پاسخ داد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری آزادی رادیو آزادی رو تماشا دارید. دمیتری مدویدیف معاون رئیس شورای امنیتی روسیه دیروز در یک جلسه کوری به ضرورت تأسیس یک نظام مؤثر برای جلب متشکلانه مجرمان مهنتی تاکید کرد. وی توضیح داد که این برخورد برای جلوگیری از نزاع‌ها و کاهش تنش‌ها در جامعه که به گفته مدویدیف فعلا خیلی جدی است مساعدت می‌کند. در همین حال برخی از منطقه‌های روسیه الکی برای سال آینده نرخ پاتنت کوری را به مهاجران بلند بردند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم کامرزیاتا. پلیس روسیه روز 23 اکتبر در انبار سبزوات یکاترینبورگ رید یا عملیات گذراند که مکان کار مهاجران تاجیک نیز هست. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند که نیروهای امنیتی نصف روزی کار انبار را باز داشته همه کارمندان را به بیرون برآوردند و حجت‌هایشان را تفتیش کردند. مصاحبان ما گفتند که در جریان رید یا عملیات مهاجران با بدرفتاری روبرو شدند. به نوشته رسانه‌ها و قبل مقامات روسیه چنین ریدها ادامه خواهند کرد. در این بین حکومت ولایت سوردلوسک اعلام کرده است که نرخ پتنت یا اجازه‌نامه کار را برای سال آینده از 7,500 روبل به 9,500 روبل خواهد رساند. در این باره رئیس ولایت خبر داده گفته است که گران شدن پتنت به آنها امکان می‌دهد تقریباً 4 میلیارد روبل فایده بگیرند. درآمد از پتنت در سراسر روسیه صدها میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که ماه گذشته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران جناح‌های دومای دولتی مسئله لغو یا بیکار کردن نظام پتنتی مهاجران را مطرح کرده بود. بنابر خبری دیگر دمیتری مدویدوف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه روز 23 اکتبر بار دیگر مهاجرت بی‌نظارت و غیر قانونی را به نفع دشمنان روسیه خواند و درخواست کرد که این روند باید قطع کرده شود. به قول او مهاجران باید به طور قطعی طبق شرط‌های قرارداد مهنتی در روسیه حضور داشته بعدی به پایان رسیدن وظیفه‌هایشان فوراً این کشور را ترک کنند. این حرف‌های دمیتری مدویدوف در شرایط صدا می‌دهند که در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد و محدودیت‌های زیاد برای مهاجران کاری جاری شد. صدها مهاجر از فشار و تحقیر و اذیت در روسیه شکایت می‌کنند. در ماه‌های گذشته سال روان هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران کسی دیگر را از این کشور اخراج کردند. حالا می رویم به ولایت سوخت. در شهر خوجند فیلمی را به نمایش گذاشتند که پیدایشش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌ها گردیده بود. نخست نمایش فیلم خوابی سرخ بهار امسال در دوشنبه برگزار گردید و تهیه‌گرش صاحبیاری طالب است. این فیلم نظر انتقادی به دوران شوروی دارد و گفتگوی نسل‌های گذشته و امروزه را در بر می‌گیرد. سازندگان فیلم میگویند این اولین فیلم در تاجیکستان است که با چنین مضمون آماده شده است. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتری همین موضوع. خواب سرخ زندگی نفری را تصویر می‌کند که در دوران استقلال زیر تأثیر اندیشه‌های دوره شوروی قرار دارد. داستان فیلم درباره پیرمردی است که در جنگ افغانستان سرباز حکومت شوروی بود. در بزرگسالی گرفتار بیماری شده پس از 2 سال بستری شدن به خانه اش برمیگردد و می‌خواهد اتحادیه شوروی را برقرار کند.
نقش پیرمرد را اسفندیار غلاموف هنرپیشه خلقی تاجیکستان آفریده است. یادگار یک نسل گذشته بلکه تمثال زنده تعصب و استعمارزدگی را نشان می‌دهد. او تا به آخر به ایدئولوژی شوروی صادق مانده برهم دهندگان آن را نفرین می‌کند و آرزوی بازگشت آن نظام را در دل می‌پرورد. ولی با چنین خیال پرستی در خانواده هماندیش نمی‌یابد و اذیتی تنهایی می‌کشد. اصلا من فکر نمی‌کنم که این تبلیغ شوروی باشد. برعکس نظر انتقادی به شوروی داشت. نظر انتقادی به ساخت شوروی من در یگان فیلم تاجیک ندیدم و تحمل کردنش برای بعضی‌ها دشوار بود که چرا ما مثلا یک شوروی پرست رو دیوانه نشان میدیم. دیوانه نشان دادن او علاقه نظر انتقادی به شخصی بود که میخواست شوروی رو برقرار کنه. نکنین خیلی حافظ. Неблагодарная крыса! هرچند در محور فیلم برخورد دو نسل، دو دیدگاه و دو نظام ارزشی قرار دارد، لیکن همچنین گفتگوی نسل‌ها، پرستاری والدین، ارزش‌های صاحب استقلالی کشور، علم و معارف و دیگر مسائل روز را در خود گنجانیده است. ба фикри ман давраи истиқлолият беҳтар хубтар аст барои насли ҷавони ҳозира. уже аз ҳамин кино чӣ бировардан мумкин ки то кадом дараҷаи истиқлолият пеш рафта истодааст, то кадом дараҷаи такмил ёфта истодааст истиқлолият, аз ҳамин чӣ хулоса бировардан мумкин. آفرندگان فیلم دستاندرکاران مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هستند. فیلم خواب سرخ پایان ماه سپتامبر در سینما جشنواره بایکانور در شهر آلماتای قزاقستان و ماه اکتبر در جشنواره تاج سامان در شهر خوجند نمایش داده شد. همچنین به چند جشنواره دیگر نیز راه یافته است. برای من خیلی مهم است که این فیلم برای جشنواره‌های در اینترنت پخش شود، مردم ببینند، در تلویزیون ها نمایش داده شود. هرچند که سطح اشتراک در جشنواره ها را دارد. در شویتسیا همین ماه در جشنواره سما سبقت میکنند. Америка и НАТО управляют миром. فیلم 80 دقیقه است و سال گذشته در ناحیه‌های ورزاب و رودکی به نوار گرفته شده است. نقش‌های اساسی فیلم خواب سرخ را بغیر از اسفندیار غلاموف، هنرمندان دیگری شناخته به مثل میراج‌الدین اسایف، تخمین رجب و غالب اسلاموف، قربان صابر، زرپری خوشبخت و دیگران آفریدند. منقدان و تماشاگران فیلم گفتند که خواب سرخ از نگاه غایت در تاجیکستان کم نظیر است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، این پاره از گزارش درباره فیلم خواب سرخ بود که امروز تماشا کردیم. اگر شما هم درباره این فیلم یا دوره‌ای که نمایش داده شده است نظری دارید به ما نویسید. ریاست کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت یک ساکن 35 ساله نویه رودکی خبر می‌دهد که به صادر نمودن جنایت‌های اخلاقی گمانبر می‌شود. در خبرنامه ریاست آمده است فردی متهم با روی فریب با جوان دختران زیادی را به خود مایل ساخته با استفاده از رسم‌های محرمانه آنها را ارعاب یا به اصطلاح شانتاژ نموده برای انجام عمل‌های شهوانی مجبور می‌کرده است. پلیس دوشنبه می‌گوید در نتیجه سنجش از تلفن موبیلی گمانبر شماره زیادی نوار و عکس‌های این جوان دختران همچون دلیل پیدا کرده شدند. عین زمان نسبت او تفتیشات پیشکی جریان دارد. نظر خود گمانبر به این اتهام دسترس نیست. دوستان عزیز، همین جا برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. این چنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. در 2 روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک.